اینجوریه؟ من باید یه سری بررسی. خانوم بله. سلام، خوبی؟ ببخشید بیدارت کردم. تو این سرما چرا اینجا گرفتی خوابیدی؟ آقا لطفاً مزاحم نشو، فیلم نگیر. مزاحم نیستم خانوم. این سرما تو چرا اینجا گرفتی خوابیدی؟ کار میکردم خسته شدم، اومدم یه استراحت کنم. خونه زندگی نداری؟ چرا دارم. کارتون چیه جسارتا؟ غذا درست میکنم میارم اینجا میفروشم. چرا خونه نرفتی خب تو این سرما؟ 100 سالیه؟ اصلا جسارت ندارم، گفتم شاید کاری کمکی عدسم براتون انجام بدم. محیط خونه الان برام امن نیست که بخوام برم خونه. چند وقت اجاره خونم عقب افتاده. الان صاحب منتظره من برم پیشنهادای بی‌شرمانه بده. تا این ساعت مجبورم یه جوری سر کنم تا اون وقتی که بخوابه بتونم برم خونه. متعهدید یا مجرد؟ مجردم. یعنی تنها زندگی می‌کنی؟ خیلی با برادرم زندگی میکنم. برادرم قطع نخاع شده. برقکار ساختمون بود. از بالا افتاد پایین. الانم تو خونه است. ماهی چقدر اجاره میدی؟ ماهی 16 تومن. این کاری که داری انجام میدی فکر نمی‌کنم که کفاف زندگیو بده، درسته؟ بله، ولی خب من با این کار دارم فقط برادرمو نگه میدارم دیگه. اجاره خونه ندارم بدم. چند ماهش عقب افتاده؟ 3 ماه. برادرتون فقط شما رو داره جسارتا؟ بله، برادرم فقط منو داره. من حاضرم جونمو بدم ولی برادرم سالم باشه. انشالله که خدا بهت عمر با عزت بده. برادر تو الان خونه است یا بیمارستان جایی؟ نه، برادرم خونه است. مشکل نداره با هم دیگه بریم من برادرتون رو ببینم؟ برای چی؟ اگه کاری کمک دستم براتون انجام بدم. اگه من دنبال جسارت نباشه، منم جای برادر دیگه‌تون، برادر کوچیکتون. اگه اجازه بدی بریم من برادرتون رو ببینم، بعد ادامه صحبتامون. من ماشینم اونجا پارک. من دیر وقت اومدم. آقا معذرت میخوام. شرایط شما الان خیلی ناراحت شدم. من اجاره عقب افتادتون رو برات واریز میکنم. البته به عنوان قرض. نمیخوام قصد جسارت یا بی‌احترامی باشه خدمت شما. برای داداشمونم دارویی، درمانی، یه تلویزیونی هم میخواد بکنم اینجا بذاری که حداقل حوصله‌اش سر نره. ممنون که اومدی. من حدود 11 سال تو جا افتادم. نه دوست نه فامیلیش که سر نزدن من. فکر می‌کردین دروغ میگم داداشم شرایطش اینجوریه؟ من باید یه سری بررسی انجام بدم دیگه. خدا نکرده جسارت به شما نباشه. خدا خیرتون بده. هنوزم باورم نمیشه. نگران اجاره خونه و رفیقمونم نباش، من میام بهش سر میزنم همیشه. انجام وظیفه است البته. ان شاءالله که هر چی اتفاق قشنگ تو مسیر زندگی شما قرار بگیره. بابت این فداکاری که بر برادرتون انجام. ممنونم. ممنون از شما. بازم ببخشید بابت این بی‌احترامی که من مجبور شدم تو اینجا بیام.